سلام سلام سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. با یه آموزش دیگه در خدمتتون هستم. امروز میخوام روش درست کردن اکانت گوگل رو یا همون جیمیل رو بهتون آموزش بدم. همونطور که میدونین خود سایت گوگل امکانات خیلی زیادی رو مهیا کرده که تنها با یک اکانت شما میتونین از اون امکانات استفاده بکنین. همینطور خیلی سایت های دیگه هستند که به جای اینکه به صورت مجزا برای هر سایت ثبت نام بکنید، میتونید با استفاده از اکانت گوگلتون وارد اون سایت بشید و از تمام امکانات استفاده بکنید. خیلی ها قبلا اکانت گوگل داشتند، معمولا کسی دیگه ای براشون درست کرده و یا اینکه به تازگی میخوان اکانت گوگل درست بکنن. و همین علت من آموزش رو از ابتدا و با استفاده از گوشی برای شما ارائه میدم. امیدوارم که به دردتون بخوره. خب من آدرس جیمیل رو وارد کردم gmail.com، ولی خود گوگل منو مستقیم راهنمایی کرده به صفحه accounts.google.com. اینجا جاییه که شما میتونید اکانتتون رو وارد کنید و در صورتی که اکانت ندارید create account رو میزنیم. اینجا از شما میپرسه که برای خودت میخوای درست بکنی یا برای یک بیزینس یا کسب و کار. تفاوت‌هایی با هم دارند که حالا موضوع این ویدیو ما نیست. من میزنم for myself. خب در صفحه بعدی مشخصات ما رو میخواد. نام رو وارد میکنم، نام خانوادگی، و از من یوزرنیم مورد نظرم رو میخواد. همونطور که دیدید خودش هم تعدادی پیشنهاد میده. به عنوان مثال من همین آیفون تریکس ورشن رو انتخاب میکنم. میتونید با اضافه کردن عدد یا حروف دیگه هم این نام رو تغییر بدید. خیلی مهمه که از این به بعد آدرس ایمیل شما این یوزرنیم خواهد بود. پس در انتخاب این یوزرنیم دقت کنید. حالا از من پسورد رو میخواد که باید 2 بار پسورد رو به درستی وارد کنید. خب همه موارد رو وارد کردم. پسورد رو 2 بار به صورت مشابه وارد کردم. حتما به این نکته توجه داشته باشید. پسورد باید حداقل 8 کاراکتر باشه و ترکیبی از اعداد، حروف و سیمبل ها باشه. برای اینکه مطمئن بشید میتونید این گزینه شو پسورد رو بزنید. یک بار دیگه پسوردی که وارد کردین رو مشاهده کنید. اگر از پسورد خیالتون راحته و اروری به شما نمیده، میتونید دکمه نکست رو بزنید. پسورد وارد شد. الان از من میخواد که اطلاعات دیگه رو اضافه بکنم. اولین مورد اضافه کردن شماره موبایل. البته با خیال راحت میتونید شماره موبایل ایران رو وارد بکنید و بعداً اگر نیاز به دریافت کد فعالسازی داشتید، شماره‌های ایران هم ساپورت میشه. البته این مسئله مربوط به تا امروزه. مورد بعدی که میتونین وارد بکنین ایمیل بازیابیه. حتما اگر قبلا ایمیل دیگه ای دارید، مهم نیست که ایمیل گوگل باشه یا یاهو باشه یا MSN باشه، هیچ فرقی نمیکنه. میتونید این ایمیل بازیابی رو وارد کنید و من حتما توصیه میکنم که بازیابی بکنید که اگر احیانا بعدا مشکلی برای ورودتون به اکانت جیمیل پیش اومد، مثلا پسورد رو فراموش کردید، به راحتی میتونین از این ریکاوری ایمیل و یا اون
شماره موبایلتون استفاده بکنید تا به اکانتتون دسترسی پیدا بکنید. اما هر دو این موارد آپشنال هستن، اختیاری هستن، ولی من توصیه میکنم که حتما تکمیلشون کنید. مورد بعدی سال، روز و ماه تولدتون هست که باید به میلادی وارد بشه و همینطور جنسیتتون. میتونه انتخاب بکنید فیمیل یعنی خانم، میل یعنی آقا. rather not say ترجیح میدم که اعلام نکنم و کاستوم که حالتهای دیگه هست. مثلا من rather not say رو انتخاب میکنم و اطلاعات بالا رو پر میکنم و next رو میزنم. خب تمام اطلاعات رو وارد کردم. الان شرایط و قوانین استفاده از اکانت گوگل و امکانات موجود رو میگه. میتونید همش رو مطالعه بکنید. بعضی هاش آپشناله، یعنی اینکه میتونید قبول بکنید یا قبول نکنید. مثلا من اینها رو میگم سیو نکنین اطلاعات رو و در نهایت حتما باید گزینه I agree یا من موافقم رو بزنید. خب تبریک میگم، اکانت گوگل شما درست شد و آماده استفاده است. الان به من پیشنهاد میده که اگر میخوای اپلیکیشن جیمیل رو روی موبایلت دانلود کن. میتونم گزینه Get the Gmail اپ رو بزنم که وصل میشه به اپ استور و یا I am not interested که همینجا بتونم استفاده کنم. اولین ایمیل برای من اومده که پیام ولکامه. به همین راحتی اکانت جیمیل رو درست کردم. از این به بعد توی سایت گوگل میتونم از کلیه امکانات این سایت و برنامه‌های جانبیش استفاده بکنم. همینطور برای ثبت نام در خیلی سایت‌های دیگه، چه ایرانی چه خارجی، فقط با وارد کردن اکانت جیمیلم میتونم به تمام امکانات اون سایت‌ها دسترسی داشته باشم. امیدوارم این آموزش براتون مفید باشه. اگر سوالی داشتید و یا مشکلی در مراحل ساخت اکانت گوگل پیدا کردید، زیر همین پست برای من کامنت بذارید. در اسرع وقت پاسخ شما رو خواهم داد. روز و روزگار بر شما خوش باد.